سلام به همه دوستا و دنبال کننده های پیج امیر توربو در یوتیوب. دوستان عزیز، من میخوام امروز براتون آموزش این که شما چجوری بدون اینکه کوچکترین پولی پرداخت کنید 206 RC و سوپرا رو در کلاچ با راحت ترین کار به دست بیارید. اول از همه وای فایتون رو باید خاموش کنید، چون نباید قیمت ماشین رو نشون بده. همونطور که میبینید وای فای منم الان خاموشه. خب طبق معمول وارد کلاچ میشیم، صبر میکنیم تا بازی بالا بیاد. من بگم که این اولین ویدیو پیج منه و ازم حمایت کنید تا ترفنده باحال براتون بذارم. خب دوستان عزیز، وارد بازی شدیم و همونطور که میبینید برای من الان 204 سی کاملا بازه. خب بریم که سوپرا رو به دست بیاریم. دوستان عزیز دقت داشته باشین که طرز به دست آوردن سوپرا و 204 سی 100% یکسانه. خب اول میاد ماشین قبل از 206 RC که 206 ST خرید و سلکت میکنین، چند بار همزمان روی انتخاب و عکس 206 RC که کلیک میکنیم، چند بار این کار رو انجام میده. حالا این دفعه من یه بار شد این میشه. سوپرا رو من بهتون نشون بدم. قبلش توی تا J79 یا همون خروشیه، چند بار روی سوپرا و انتخاب همزمان کلیک میکنین. افهم نشد و ببینید به همین راحتی سوپرا باز میشه. و مزیتی که سوپرا به 206 RC نسبت به بقیه ماشینا دارن اینه که شما امکان تعویض کردن و سپر جلو، رکاب و سپر عقب و کلی امکانات اسپورت دیگر رو دارین. دوستان عزیز ممنونم از اینکه ویدیوی منو تا آخر نگاه کردین. خدا نگهدار.